1863 در پورتو آلگری برزیل خیابون آروردو خونه‌ای وجود داشت که هیچکس جرأت نزدیک شدن به اون رو نداشت. اون خونه خوزه راموس، قصاب آلمانی و همسرش کاتارینا بود. اونها علاقه زیادی به پذیرایی از مهمون‌هایی که عمدتاً مهاجران آلمانی و یا تاجران در سفر بودن داشتن. اما نه برای یه پذیرایی معمولی، برای تهیه سوسیس‌های فردای قصابیشون. درست شنیدی؟ مدتی میگذره، مردم یه سریشون شک میکنن، یه سری شایعه پخش میکنن که آدم‌هایی وارد این خونه میشن و دیگه خارج نمیشن. این رو به پلیس گزارش میدن. پلیس میاد این خونه رو تفتیش میکنه و به شواهد باور نکردنی و وحشتناکی پی میبره. تکه‌های جسدی که همه جا بود، خونه بسیار زیادی که همه جا پخش شده بود. اونها رو محکوم میکنن. خوزه در ابتدا به اعدام محکوم میشه، سپس حکمش کاهش پیدا میکنه به حبس ابد. همسرش کاتارینا هم به 13 سال حبس.